شریکی برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعه کنید. سلام علیکم подписчикони канали Mehrab Pro. چخله که به همه ما معلوم بود روز 1 نوامبر سال 2020 در شهر دوشنبه باتل شون امسی و رایدر میگذشت. این باتل گذشت برادرو. حتی چند لحظه از باتل در کانال سنت شریپوف برآمده بود. میمونی میمون خونه ما. بعدی باتل سنت شریپوف ناراضگی خودچه ای باتل گفت کی رپرو بسیارش نامردن. ترام نامرد بودای شون کیرام نامرد بودای چم در رایدرام نامرد بودای و خیلی عصبانی بود. و همه معلوم بود که باتل سنت شریپوف به عهده خود گرفته بود. بعدی نواری سنت شریپوف رایدر حتوه داد. بسیار گپای قبه گفت. تو چی گفته است؟ تو چی حق داری جو آدمو را در ویدیو نامرد میگویی؟ تاری میگویی تو نامردی ما را در یگانجا دیدگی نیست. این نامردی نیست. ما برای خدمت استراخوف که همه چیزا گرفتم. ما ایرا نمیپرتم در یگانجا هم ویدیو را خشرو نگاه که قل ترا شان خوب بود کرد. من نکشیدم شایمونم این تاریخ خود نکرد. شون امسی در اینستاگرام خودش باشد یک ویدیوچه کرد که من یگان گپ ندارم. تا باتل برآمدنم من یگان سخن کردن نمیتونم. باتل بروی او مردک پرسموتروش جمع کنه بعد من هم میتونم گفته که چی با باتل اخیر شید. اما برای باتل ما بسیاریو گپ زدن. بسیاریو در جواب دارم نه که اساس صاحب باتل گپ زنه اینای مردکی که حاضر تماشاش میکنن بالا کشن تماشاش کنن فکروی را گوش کنن باتل شب بگذرونه پرسموتروش بگیره. ما یک چند سخن دارم اویدی باتل با چق میکنه. دیروز در صفحه سوی سنت شریپوف یک کارتینکا اسکرینشات کرده موندگی بود و دوای اسکرینشات چنین نوشتگی بود: کدام نفری همه میفهمه رحمت بر پدر و مادرش. ایرا بینین به خدا زور و موجیک بدیان یا مویو مردک شدن در کور. مینوسی رایدر افسرسکی قپید. او وعده داده بود که مینوسی خدمای ای باتل ما پول کار کردن نمیتونم. اما در کامنتاریا ها بسیار بلاگران رپران گفتند که این ساخته است. تنها خودش مانیتیزاسیای باتل را خاموش کرده نامش را ژالبا نویسانده است. با فکر شما در این باتل کی حق و کی ناحق است؟ سنت شریپوف هستین؟ حتما فکری خودتان را در کامنتاریا نویسین. باقی خانه آباد و سربلند باشید تا برنامه های آینده. حتما подписаться و لایک را فراموش نسازید.